إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه اول از آموزش علمی اصول فقه است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه مقدمه را برای شما بیان میکنیم. علما میگویند که خیلی که محمد ابن علی الصبانی شافعی وفات کننده 1206 در 3 بیت آداب، قاعده و ترتیب شروع کردن آموزش علم را به من شما بیان میکنند. میگویند این مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله والنسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرفا. هر یک فن را که شما می خواهید که بیاموزید باید پیش از آموختن این فن، پیش از داخل شدن به درون کتاب و سر کردن آموزش این کتاب یا به صلب و به مغز موضوع ها داخل شدن، باید 10 چیز را ابتداءً بفهمید. برای همین محمد ابن علی صبان میگد که شافعی شروع شوی، سرشوی آموزش هر یک فن 10 مقدمه دارد. یعنی 10 مقدمه رو مختصر باید دونید. حد این کتابی که می آموزید، یعنی این کتاب رو، این علمی که شما می آموزید، همین علم رو اولین بار شده کی گذاشته است؟ یا که و نسبت و الواضع در اینجا میاد. موضوع این کتاب، الموضوع، همین علمی که شما میخونید، همین کتابی که شما میخونید در کدام موضوع صحبت میکند. حدش، یعنی معنای این علمی که شما میآموزید معناش چی است؟ اصول الفقه چی معنی دارد؟ موضوع اصول فقه چی است؟ در کدام موضوع صحبت میکند؟ اگر شما این علم اصول فقه را آموختید، چی فایده و چی میوه ها به دست می آورید؟ علم اصول فقه چی فضیلت دارد؟ و اولین شده همین علم اصول فقه را کی نوشته؟ کی پیدا شده؟ و حکم شریعت در بالای آموزش همین علم اصول فقه چی است؟ اگر همه این چیزها را فهمیدید، به یک شرف بزرگ نائل می شوید. این منهج علمی است و منهج اهل سنت و الجماعت است که زینه به زینه، طبقه به طبقه علما علم را همچنین می آموزند. علم را آمیخته، نامعلوم، بی ترتیب و بی تنظیم، بی منهج، از هر کجا با سخنهای نافهما بیان کردن درست نیست.
بارک الله فیکم. اولین چیزی که ما شروع میکنیم مبادئ علم اصول الفقه، یعنی اولین سرشوی علم اصول فقه. ما بیان میکنیم که یعنی اصول فقه چی معنی دارد. پیش از کمی به علم معنای اصول فقه داخل شدن به شما میگوییم که برادران عزیز و خواهران موحده، اصول فقه علمی است که باید اهمیت بدهید، خصوصا طالب علم ها، خصوصا کسانی که کمی از شریعت باخبرند و باز میخواهند خوبتر فهمند و خصوصا کسانی که با اهل بدعت در صحبت هستند. خیلی هم به دقت باشید، به اهمیت باشید و این علم را از الله دعا بکنید که الله توفیق بدهد که بیاموزید. اگر در حقیقت فهم این علم برایتان آسان شد، فهم قرآن و سنت برایتان آسان می شود و اهل بدعت به شما بازی کرده شما را گمراه کرده نمی تواند. بالاخره اولین چیزی که ما باید شروع بکنیم از آموزش همون تعریف اصول فقه، یعنی معنی داد اصول فقه. اصول فقه گفته چی را گویند؟ اصول فقه به دو اعتبار شرح داده می شود، معنی داد کرده می شود. معنی اصول فقه دو نمود است یا به دو اعتبار است، از نظر مرکب بودنش و هر یک کلمه علاهیده معنی خاص خودش بودن. یعنی ببینید از نظر مرکب، یعنی مرکب اصول الفقه از دو کلمه به وجود آمده است، به ترکیب یا ترکیب شده است. اصول معنای خاص خود دارد لغتا و اصطلاحا، فقه معنای خاص خود دارد لغتا و اصطلاحا. و بعد از این که اصول را فهمیدید، فقه را در علاهیدگی فهمیدید، از نظر دوم باید معنای دوم را فهمید که همین اصول الفقه همچون یک فن، یک لقب، یک علمی که نام علم اصول فقه است، یک لقبی که به یک علم معین نامگذاری کرده شده است، با معنای علاهیده دارد. برای همین از دو جهت ما باید علم اصول فقه را آموزیم. همچون نام علم اصول فقه، اصول فقه گفتن علم چی معنی دارد و اصول چیست و فقه چیست، علاهیده باز باید فهمیم. اولا اصول فقه را معنی داد میکنیم، تعریف میکنیم به اعتبار مرکب بودنش از دو کلمه. اولین کلمه که در این نام علم است اصول است، اصول الفقه. دو کلمه مرکب ترکیب شد، از دو کلمه به وجود آمد اصول الفقه. از نظر ترکیب زبان عربی اصول الفقه چی معنی دارد؟ خبر است، اصول خبر است، فقه مضاف الیه است، اصول مضاف است. اصول خبر است و مرفوع است، علامت رفع ضمه ظاهره در آخرش اصولو. و مبتدای همین اصول محذوف است، هذه یا که هذا. اصول که جمع هست هذه میشد، هذه اصول الفقه. و در گراماتیک زبان عربی معلوم است که اسم وقتی که مفرد آید مذکر باشد، اسم مفردی مذکر باشد، هذا مذکر است. اما اسم مذکر وقتی که جمع شود مؤنث میشد، هذه میگید. بیت، هذا البیت میگید، هذا بیت یا هذا البیت. اما بیوت شود هذه البیوت. این باب فایده. اصول جمع اصل است، جمع اصلش اصل، اصول اصل یک ریشه، اصول ریشه ها، اصل اساس، اصول اساس ها. بالاخره هذه اصول الفقه، هذه مبتدا، اصول خبر، فقه، اصول الفقه خبر و همین خبر مضاف و مضاف الیه است. برای همین اصول الفقه شد. فقه
مضاف الیه هست به اصول. اصول خبر است. بارک الله فیکم. از نظری ترکیب زبان عربی مبتدا و خبر، از نظر معنا الاصول، کلمه اصول در لغت این جمع هست. اصول جمع است. اصل مفرد است، اصول جمع است. اصول جمعی اصل است. یعنی اصل، اصول. اصل چی گفتنی معنی؟ چی معنی دارد اصل؟ اصل را علما میگن که و هو ما بنی علیه غیره. اصل همان چیزی که بر بالایش دیگر چیزها بنا شود، یا که بعض از علما میگن ما یبنى علیه غیره. ما بنیه هم میشد ما یبنى. اصل همون چیزی که دیگر چیزها به بالای وی بنا کرده شود یا بنا شده باشد. اصل خانه، پایدیوار خانه. اصل درخت که تنه درخت، شاخه درخت به همون بنا میشد ریشه. اصل خانه که دیوار خانه، بام خانه به بالای او گذاشته میشود پایدیوار. یعنی اصل چیزی مهمترین است، فرع بالای همین اصل به بنا کرده میشود. انا همین اصل است از نظر لغوی. اما از نظر شریعت همین اصل یک چند معنا دارد که علما مهمترینش 4 تا گفتن. خیلی که بعض از علمای اشعری در باب اصول فقه ذکر میکند 4 تا میگد و علمای محققین اهل سنت و الجماعه به مانند ابن قدامه، به مانند محمد امین شنقیطی و به مانند دیگر علمای معاصرین، به مانند مشایخ ما عبدالله ابن محمد امین شنقیطی رحمه الله، میگن که مهمترین معنای اصطلاحی اصل از نظر اصطلاح شریعت به 3 معنا می آید. یعنی مهمترین معنا 3 معنا است. اصل به معنای دلیل می آید، یا اصل به معنای قاعده می آید، اصل به معنای الراجح می آید. اصل دلیل، یعنی در بعض حالت اصل میگید مقصد شما معناش دلیل است، اصطلاحی علمی کتی. به مانند این که عرب میگد اصل هذه المسأله الكتاب والسنه. اصل هذه المسأله الكتاب والسنه، یعنی اصل این مسئله کتاب و سنت است. معنای اصل در اینجا به کدام معنا اومد؟ دلیل این مسئله کتاب و سنت است. یعنی دلیلش اصل به معنای دلیل آمد. در اصطلاح علمی اصل به معنای دلیل اومدنش ممکن است. ثانیاً اصل به معنای قاعده میاد در اصطلاح علمی در بعضی حالت. مثلا به مانند این که میگه الامور بمقاصدها، یعنی الامور بمقاصدها در دوامش میگه که اصل من اصول الشریعه. هر یک عمل که شما انجام میدهید بمقاصدها، یعنی به مقصدش به اعتبار گرفته میشد، به قصد به اعتبار گرفته میشد و همین اصل از اصول شریعت است. یعنی انمی قاعده از قاعده شریعت است. یک قاعده را ذکر میکنید و بعد از این همین قاعده را میگید که اصل از اصول شریعت است، یعنی قاعده از قاعده شریعت است. و بسیار حالت من به شما میتوانم برادران موحدی ما به یک مثال عادی بیارم. در مسئله تکفیر بسیاری از علما میگن که التکفیر اصل من اصول الشریعتی. بسیاری جوانها فکر میکرد که تمام در اینجا علما گفتند که تکفیر اصل از اصول شریعت است، اگر همین اصل نگویی اعوذ بالله کفری و غیره میگه. لیکن اصل همیشه به معنای ریشه یا به معنای همیشه لغوی به معنای ریشه نمیاد. به معنای اصطلاحی اگر نظر کنید اصل در اینجا قاعده گفته شده است. اصل من اصول شریعتی یعنی چی؟ قاعده از قاعده های شریعت است.
خیلی که محمد ابن عبدالوهاب هم گفتن که اصل الدین و قاعدته امران گفت. قسمی از همین گفتهشون اصل دین است و قسمیش رو قاعده گفتن. یعنی قسمش اصل است، قسمش قاعده است. برای همین اصل به معنای قاعده هم میآید برادر عزیزم. اصل من اصول الشریعه یعنی قاعده قاعده من قواعدها، قاعده از قاعده واش. و این چنین ان همین کلمه اصل به معنای الراجح میآید، به مانند قول علما که میگویند الاصل فی الكلام الحقیقه. الاصل فی الكلام حقیقه یعنی یک کس یک سخن گفت، ما وقتی که سخن همین می نگریم معناش گفته، دلی وای چخیل بود گفته، مقصدی وای چخیل بود گفته نمیرویم، ظاهری سخن کت میگیریم. یعنی حقیقتی همین ظاهری، حقیقت ظاهری کت میگیریم. نه فقط سخن یک انسانه، سخن اولا الله کلام الله قرآن رو، بعد از این سنت، بعد از این سخن سلف رو، همین ظاهری قرآن حقیقتش همین ظاهرش است. لیکن در همین جا الاصل فی کلام الحقیقه، اصل در سخن حقیقه معناش اینه که ریشه در سخن حقیقه، قاعده در سخن حقیقه، دلیل در سخن حقیقتش است. نه، راجح در سخن همین است که به حقیقتش به ظاهرش قبول کرده میشد. علما برای میگن که الراجح عند السامعی، شنونده وقتی که سخن یگون کس شنید، همین خیلی که ظاهری سخن است انمون حقیقت کلام به معنای لغوی میگیرد و میفهمد، انا همین است درست معامله کردن با سخن، انمین است راجح. یعنی وقتی که الله در قرآن گفت که قل هو الله احد، من تو شنیدیم، چخل میگیریم همین آیت، چخل گیریم، یعنی معناش ظاهر کتی نمیگیریم، باطن کتی میگیریم، معنای این دیگر خلاص نمیگیم. همین لغت عربی به الله قل معنا چی است؟ بگو الله معبود برحق یکتا، لفظ الجلاله که این به ذات الله دلالت کرد، خودی الله. احد یکتا یعنی الله یگانه است، همین بگو، ظاهرش کتی. من میروم گفتی، از این مورد که تو میروی. تمام معنای چخیلی که اهل بدعت معنا میکوبند و میگن که نه، ما یک آیت رو، یک حدیث رو به ظاهرش گرفتن به حق نداریم، حقیقتش رو گرفتن به حق نداریم. بخصوص در بالای توحیدی اسما و صفات، اشعری ها و ماتریدی ها، معطله ها، رافضه ها، معتزله ها، کلابی ها گمراه شدند، جهمی ها معطله شده گمراه شدند. به خاطر چی؟ انمی قاعده گفتند که آیت هایی که در باب صفات های الله هست ما ظاهرش کتی، حقیقتش کتی گرفته نمیتونیم. حقیقت چی گفته نگم؟ هر کلمه که در همین قرآن و سنت عربی هست، در نزد عرب همین کلمه چی معنی دارد؟ انا همون کتی ما باید گیریم. بله بعضی کلمات که دو سه معنی دارد، سیاق جمله کتی ما یکی از معنیهای حقیقتش میگیریم. به مانند اصل در بعضی راجح، در بعضی قاعده، در بعضی جا ریشه، در بعضی جا دلیل میاد. سیاق جمله کتی میفهمیم که کدومش اومد. بالاخره این دلالت میکند که اصل در بعضی حالت به معنای الراجح می آید. اکنون شما فهمیدید که اصل در لغت یک چیزی رو گن که فرع به بالاش بنا می شود، ریشه، اساسی چیز رو اصل میگن. ما یبنى علیه غیره، ما بنی علیه غیره. اما در اصطلاح اصل گفته دلیل رو میگن. اصل این مسئله، دلیل این مسئله، قاعده گفته و میشد. اصل از اصول شریعه، قاعده از قاعده شریعه. راجح اصل در کلام حقیقتش است، یعنی راجح همین است، درست همین است که سخن به حقیقت ظاهرش گرفته میشد. انا همین را اصل گفته می شود که ما باید خوب بیاموزیم. زیرا که در شریعت ما وقتی که تو میخواهی شریعت را آموزی، قرآن را آموزی، سنت را آموزی، کلام سلف را آموزی، مسائل احکام را آموزی، اهل بدعت را شناسی و رد زنی، کلمه اصل باید دانی. اصل در انسان براءت ذمه هست، یعنی هر انسان در اصل خالی از قرض است، خالی از دوزی است. اصل انسان های دوز نمیگید، اصل انسان ها پاک است میگید. اصل در انسان ها اسلام است، بعد از این شرک و کفر آمده است. مثلا اصل در حیوان های چارپا حل است، اصل حیوان های چارپایی که هست حل است، به مانند این انعامی که گوسفند و گاو و شتر و اسب و بز است. اسب بگیم اصل در درنده ها حرام است،
اصل در رنده ها حرام است. اصل در آب پاکی است. هر یک چیز اصل دارد. هر یک چیز اصل دارد. بارک الله فیکم. اصل در فروج یا که فرج میگن حرام است. یعنی زنها اصلش برای مردها حرام است. به نکاح حلال میشود. این یک دروازه علمی بزرگ به تو باز میکند. اصل در گوشت ذبح شده علما اختلاف کردن، قسم گفتند حلال است و قسم گفتند حرام است و ما میگیم که اصل در حیوان حلال است اما در گوشت اصل حرام است. باید عقیده دار بکشد، بسم الله گفته بکشد. همه گوشت حلال نمیگید. بارک الله فیکم. مثلا اصل در یک انسان، اصل انسان چی است؟ پاک بودن از دزدی و از یک عیب است. برای من یک کسی یک نفر بیاد و گوید که این دزد است، گوید آدمی دزد شما یک بار نمیگید که کنی کی دزدی، نمیزنید. آدمی دزد یک نفر یک کس دزد گوید یک طرف میگذارید و میگید که آدمی که میگید که دعوا کرده ایستاده است که فلان آدم دزد، میگید که دلیل بیار، دلیل تو بیار. تو دزد گفتی، تو باید دلیل بیاری. برای چی؟ برای که اصل انسان چی است؟ پاک بودن از عیب است. اصلا باید آموزید و این قاعده حالا در آینده برای ما بیان میشه ان شاء الله. انا کنون به معنای فقه می رویم. الهیده فقه میفهمیم. معنای فقه در لغت چی است؟ فقه در لغت العلم بالشیء والفهم له. علم داشتن در بالای یگان چیز، فهمیدن یگان چیز. هر چیزی را که شما میفهمید، هر چیز به که علم دارید، همون فقه گفته میشه در لغت. زیرا که معنای لغوی هر یک کلمه عام است، وسیع است. معنای اصطلاحیش خاص است و مختصر است. حج، زیارت، در لغت زیارت همه جا، اما در اصطلاح شریعت زیارت خانه کعبه فقط. فهمیدید؟ به مانند فقه همه نمود علم، همه نمود فهم. به مانند اینکه فقه زید المسئله، زید یک مسئله فهمید. کدام مسئله؟ کدام مسئله نباشد. فقه یعنی فهمید. خیلی که در کتاب نهایت سول الاسنوی مجله یکم صفحه 19 یا که جمع الجوامع السبکی اشعری مجله یکم صفحه 43 اشعری از همه علمای لغت نقل میکرد. ما بعد از این در آینده بیان میکنیم که علم اصول فقه، در علم اصول فقه بسیار علمای اشعری نام گرفته میشد، فهمیده میشود. در علم اصول فقه خیلی هم اشعری ها علم کلام داخل کردند و ما باید جایی که این اشعری ها سخنشون حق است و جایی که علم کلام در آوردن بگوییم و بیرون بکنیم. برای که یگان علم این کتاب اصول فقه نیست مگر اینکه حتما عالم از عالم اشعری ذکر شده است. برای چی؟ برای که عقیدتا اینها اشعری بودند اما فقها اینها یا شافعی بودند یا حنفی بودند و این اصول به عقیده اگرچه کمی هم رفت داشته باشد عادتا طریق دلیلگیری رو، استفاده بردن قرآن و سنت رو و از وی فقه گرفتن رو به ما میوزه که در آینده میگویم. اما فقه در اصطلاح چی معنی دارد؟ فقه در لغت فهم است. در اصطلاح چی است؟ علم فقه. علم فقه گفتم ما چی رو میفهمیم؟ العلم بالاحکام الشرعیه العملیه المكتسبه من ادلتها التفصیلیه. خیلی هم ضرور است. خیلی هم ضرور است که شما ببینید در همه کتاب های اصولی بمانند کتاب ابن قدامه المقدسی روضة الناظر و جنة المناظر، بمانند کتاب اصول محمد امین شنقیطی و بمانند شرح های همه علمای اهل سنتی که کتاب های علمای گذشته رو شرح دادند، از متقدمین اشعری بمانند جوینی اصل 4-5 رو شرح دادند. بیان میکنند که علم فقه چیست؟ علم فقه العلم بالاحکام الشرعیه العملیه. علم فقه همون علمی هست که دانستن و علم داشتن به حکمهای شریعتی که عملی هست و من و تو همون رو با دلیلهای تفصیلی، یعنی دلیلهای مجمل عام نه، تفصیلا با تفصیل با فهمیدن دلیلها احکامها رو آموخته ایم. اگر به عباره عادی تاجیکی بگویم وقتی که
به احکام شریعت با دلیل هایش علم پیدا میکنی، انمین رو علم فقه بگن. علم فقه همون علمی که در بالای احکام صحبت میکند. آب، جای جوگه، نماز، روزه، وضو، غسل، تیمم، حیض، نفاس، خرید و فروش، نکاح، طلاق، مسائل فقهی که از یا که بالاخره جنایات و جهاد و غیره می رود، همه این از باب فقه است. علم داشتن در بالای این احکام شریعتی که عملا انسان اجرا میکند و همین احکام در اساس دلیل به وجود آمده است، همین رو علم فقه میگن. علم فقه به احکام شریعت علم داشتن، همین علم فقه است. حالا برادرم و خواهر عزیزم، شما اصل رو لغتا فهمیدید، اصل رو در اساس اصطلاح فهمیدید که به 3 معنا میاد مشهورش، و فقه رو در اساس لغت فهمیدید که فهم است، و این چنین بارک الله فیکم فقه رو در اساس اصطلاح فهمیدید که فقه در اساس اصطلاح این علم داشتن به همین احکام شریعتی که عملی هست و در اساس دلیل ها به وجود آمده است. شرح الورقات، نظم الورقات، معرفت الاحکام الشرعیه التي طریق الاجتهاد، گفته با اینجا با هم ذکر شده است. یعنی این چنین فقه به معنای دیگرم، علم فقه به معنای دیگرم ذکر کردند. یعنی معرفت الاحکام الشرعیه، شناختن حکم های شریعت، دانستن احکام شریعتی که به طریق اجتهاد است، همین رو فقه میگن. همین رو فقه میگن. اکنون حالا به شما بعد از به پایان رسیدن اصول در حالت الهیدگی، فقه در حالت الهیدگی، اکنون بیان میکنیم که علم اصول فقه چی معنی دارد. اصول الفقه به اعتبار این که یک علم است، یک فن است، یک موضوع هست خودش، وقتی که اصول الفقه میگیم چی میفهمیم؟ معنی که ما فقه فهمیدیم، نه، این معناش فقط فقه نیست، فقط معنای اصول هم نیست، این یک دیگر چیز است که حالا بیان میشد به شما. خیلی که قاضی بیضاوی شافعی در کتاب منهاج للبیضاوی که الاسنوی شرح میتد در مجله یکم صفحه 6 و اینچنین در کتاب شرح الكوكب المنیر للفتوحی مجله یکم صفحه 44 ذکر شده است، یا اینچنین در کتاب علم اصول الفقه که از عبدالعزیز الربیعه صفحه 58 ذکر شده است، یا در دیگر کتاب ها ذکر می شود. علم اصول فقه را انا همچنین معنی میدن، میگویند هو معرفت ادله الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید. اصول فقه این دانستن دلیل های فقه در حالت اجمالی، تفصیلی نه، یعنی هر یک دلیل الهیده دانستن نه، اجمالا دانستن دلیل های فقه و چگونه استفاده بردن دلیل، چگونه دلیل از دلیل حجت گرفتن، چگونه استنباط گرفتن و استدلال گرفتن و حال کسی که از دلیل استفاده میبرد. 3 چیز بار دیگر تکرار میکنم: معرفت ادله الفقه اجمالا و کیفیت الاستفاده منها و حل المستفید. دانستن دلیل فقه به صورت اجمالی عمومی، چگونه استفاده کردن از دلیل، چگونه دلیل استدلال کردن از دلیل، چگونه حجت گرفتن از دلیل و حال مستفید، حال همون انسانی که از دلیل استفاده میبرد. یا که گفتند معنای دیگر رو علما دادند، گفتند معرفت القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه من الادله. دانستن قاعده هایی که آموختن قاعده هایی که به واسطه همین قاعده ها
شما استنباط گرفتن رو، حجت گرفتن رو، استدلال گرفتن رو از دلیل ها می آموزید. احکام شرعیه من الادله، یعنی استنباط گرفتن رو از احکام شریعت از دلیل می آموزید. بارک الله فیکم. چگونه از دلیل ها حکم می یابید؟ دلیل این قرآن است، دلیل این سنت است، دلیل این اجماع است، دلیل این قیاس است. اصل مصدر اسلام این قرآن و سنت است. وقتی که قرآن میخونید چگونه از همین قرآن دلیل، از همین قرآن دلیل است، چگونه استدلال میگیرید، چگونه یک آیت رو در یک مسئله حجت میگیرید، از درون یک آیت چگونه مسئله رو بیرون میکنید. اصول فقه انا همین رو به شما میآموزاند. به عباره عادی توجیکی اصول فقه یک علم است که چگونه استدلال کردن از قرآن و سنت رو، چگونه حجت گرفتن از قرآن و سنت رو، چگونه احکام رو از درون قرآن و سنت برآوردن رو به شما میآموزاند. با عادی‌تر کرده گوییم علم اصول فقه علم است که چگونه مسئله ها رو از درون قرآن و سنت بیرون کردن رو به شما میآموزاند. قرآن و سنت رو چگونه استفاده بردنش رو میآموزاند، چگونه حجت گرفتنش رو به شما میآموزاند. انا همین رو علم اصول فقه میگم. اما علم فقه دیگر است. حالا ما فرق علم فقه، فرق علم اصول ما به شما در آینده کمی بیان میکنیم. بارک الله فیکم. علما میگن فيتعرف الطالب على أدلة الفقه الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. يعني طالب العلم می آموزد که از کتاب، از سنت، از اجماع، از قیاس چگونه احکام شرعی را بیرون کند. استخراج الاحکام الشرعیه من هذه الادله، یعنی از یک دلیل حکم بیرون میکنید. آیت میخونید میگید که در همین آیت الله حرام کرد، آیت میخونید میگید که در همین آیت الله تکفیر کرد. چند نمود تکفیر چخیل میشد، یا که فرض چخیل میشد، واجب چخیل میشد، مستحب چخیل میشد، حرام چخیل میشد، مکروه چخیل میشد، جایز چخیل میشد، مباح چخیل میشد. در این آیت الله به شما چی را بیان کرد و چی میخواد؟ در اساس علم اصول فقه میفهمید. و هر کسی که علم اصول فقه را نفهمیده باشد قرآن و سنت را استفاده برده نمیتواند، از درون قرآن و سنت احکام شریعت را بیرون کرده نمیتواند، حجت گرفته نمیتواند، استدلال گرفتنش و استنباط گرفتنش خیلی هم ضعیف میبراید. اما احکام شرعی چی است؟ احکام وقتی که ما میگیم که وقتی که علم اصول فقه را می آموزی از همین قرآن و سنت احکام را بیرون میکنی. احکام شرعی را، احکام شرعی گفته چی را ما در نظر داریم؟ ما در آینده به شما بیان میکنیم، لیکن مختصرا میگیم 5 چیز رو. واجب، یک چیز بر تو فرض است. اصول فقه خونی آیت میخونی میفهمی که ها در این آیت الله به من فلان چیز فرض کرد. یا که محرم، دویم حکم، این حکم الله است. الله در قرآن و در سنت به پیامبرش فرستاده است که بعضی چیزها حرام است. آیت میخونی میفهمی که الله چگونه حرام کرد. الله همه چیزی حرام است نمیگوید، بلکه بعضی عباره ها را استفاده میبرد. مثلا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس گفت. رجس دلالت به حرام میکرد. اگر حرام نباشد الله رجس نمیگفت و همچنین قاعده ها را میآموزید. یا میگد که هر کسی که همین عمل کند جهنمی میشد، پس این حرام است. ما در آینده ذکر میکنیم هر عملی که الله بعد از انجام همین عمل جزا داده میشود، میگد عقاب میدهد، از این رو که این همین عمل حرام است. سومین عمل مندوب است، اگر کنید اجر میگیرید، ترک کنید گناهگار نمیشوید. مکروه است، گناه کبیره نمیگیرید لیکن کمی کراهیت دارد. و مباح است، هیچ باکی ندارد، انجام بدهید. و همین واجب بودن و فرض بودن، حرام بودن و مندوب بودن و مکروه بودن و مباح و جایز بودن را از قرآن در اساس علم اصول فقه میفهمی. یک تا آیت میخونی، تلاوت میکنی
و در اساس علم اصول فقه از درون همین آیت الله به ما فرض کرد، الله به ما حرام کرد، الله به ما مندوب کرد، رسول الله صلی الله علیه و آله به ما فلان چیز رو مکروه، فلان چیز رو مباح کردند. گفتن رو، فهمیش قرآن و سنت رو، دلیل گرفتن یا استدلال گرفتن از دلیل رو، دلیل این قرآن است، دلیل این سنت است، اما استدلال گرفتن رو، حجت گرفتن رو، استنباط گرفتن از قرآن و سنت رو در اساس علم اصول فقه میفهمی. علما میگن که وليس المجتهد وحده هو من يستفيد من اصول الفقه بل يمكن ان يستفيد منه القضاة والمحامون ودارسون القانون بل ايضا دارس التفسير والحديث واللغة والعلوم الاجتماعية وغيرهم. یعنی فقط مجتهد از علم اصول فقه استفاده نمیبرد، بلکه کسی که علم های اینجا قانون، شما فکر نکرد که قانونی وضعی، نه، همون شریعت رو هم در بعضی کتاب ها علم قانون میگن، برای که شریعت قانون رو بیان میکنه. قانون یعنی حکم الله سبحانه و تعالی رو. یک طالب علم، یک انسان مناظره کننده به اهل بدعت، اهل حدیث، اهل لغت، همه نمود علم هایی که در شریعت است از علم اصول فقه استفاده میبرد. و بخصوص یک انسانی که فقیه شدن میخواهد و یک انسانی که مناظره میکند، خیلی بسیارتر مناظره به اهل بدعت میکند، و یک انسانی که حقیقت رو فهمیدن میخواهد، باید از علم اصول فقه برخوردار باشد. بارک الله فیکم. انا این یک مسئله به پایان رسید، معنای علم اصول فقه لغتا و اصطلاحا. حالا من به شما میگم که فرق بین علم فقه و اصول فقه در چی است؟ علم فقه که من شما میخونیم از باب آب شروع میشود تا باب آب، باب جوگه بگیم طبق، باب آنیه، و بعد از این باب طهارت، و بعد از این باب غسل و تیمم، بعد از این باب عبادات، صلات و زکات و روزه و حج و غیره، و بعد از این باب معاملات، باب نکاح و غیره. اینها فقه است. آموخته رفتن میگیرید، فقه است که باید عمل کنید، به دلیل ها تفصیلا نقطه به نقطه خونده میرود. علم فقه به شما در موضوع دلیل ها، مسئله هایی که شما باید عمل کنید صحبت میکند، همون عمل هایی که باید شما انجام بدید، همون عمل ها را علم فقه به دلیل ها به شما بیان میکند. علم فقه نمین است، هر مسئله را به دلیلش بیان میکند، این علم فقه است. اما علم اصول فقه به شما چگونه از قرآن و سنت حجت گرفتن، چگونه انمین فقه بیرون کردن. فقه که همین کتابای فقه است از درون قرآن و سنت گرفته شده است، انا همون مسئله را بیرون کرده است. یعنی علم اصول فقه راه و روش استفاده بردن قرآن و سنت رو، فهمیش قرآن و سنت رو، حجت گرفتن، استدلال گرفتن از قرآن و سنت رو میفهمد. فرقش رو فهمیدید؟ فقه به شما مسئله ها رو به دلیل هایش تفصیلا با همه نازکی هایش، هر عملی که الله به تو انجام دادنش رو خبر داده است، امر کرده است یا نهی کرده است میاموزاند. اما فقه به تو چگونه استفاده بردن قرآن و سنت میفهمد، به تو مسئله نمیفهمد. وضو، تیمم، حیض، نفاس، عده، نکاح، نماز، روزه، حج، معاملات، این علم فقه است. علم اصول این مسئله ها، در این مسئله ها صحبت نمی کند. علم اصول به شما میفهماند که واجب چیست، واجب چند نمود می شود، کدام عمل ها واجب، الله چه واجب گفت، الله با کدام عباره ها به تو یک مسئله را فرض می کند، کدام عباره الله چه به تو یک مسئله را میگوید که فرض است، در کدام حالت میفهمی که امر الله واجب است یا که واجب نیست، چخیل حرام بودن مسئله ها را میفهمی، چخیل الله در قرآن یا در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله به تو یک مسئله را حرام بودنش به کدام عباره ها بیان کردند، مندوب چیست، مباح چیست. و بعد از این علم اصول فقه تعلیم میدهد به تو که
شرط ها چه خیل است، موانع چه خیل است، صحیح گفته چی را میفهمند، فاسد گفته چی را میفهمند. و بعد از این قرآن به تو تعلیم میدهد که قرآن این کلام الله است، قرآن همیش دلیل است. قرآن ما نباید فقط به اهل کتاب نازل شد بگوییم یا به مشرک نازل شد بگوییم به یک طرف پرتیم، بلکه لفظش عبرت به عموم لفظ است. از قرآن انا این خیلی حجت میگیریم. قرآن به ناسخ دارد، منسوخ دارد، عام دارد، این چنین خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، محکم دارد، متشابه دارد. انا همه همینه به تو تعلیم میدهد که در کدام موضوع چه خیل است. و این چنین عیناً در بالای سنت چه خیل میخونیم و از درون سنت چه خیل حجت میگیریم. و این چنین در بالای اجماع به تو صحبت میکند که اجماع چیست، کی پیدا شد، اجماع در کدام مسائل است، اجماع گفته چی را میفهمیم، آیا اجماع در اساس قرآن و سنت به وجود میاد یا خود به خود، آیا اجماع دلیل است یا نیست، کیها اجماع را انکار کردن و رد به اونها. و اجماع این قوی ترین دلیل است، برای اینکه در بالای اجماع شبهه شده نمیتواند، تردد. و بعد از این در بالای قیاس. در باب عقیده دلیل فقط 2 تا، یا که علما میگن حتی اجماع 3 تا، قرآن، سنت، اجماع. اما در بالای فقه دلیل که اساس است و در بین علما متفق است، قرآن، سنت، اجماع و قیاس. و بعد از این دیگر هر یک مذهب با غیر از این با خودش با دیگر چیزها رو دارد که به طریق همون دلیل میگیرد به شما بیان میکند. با همین این حلقه به پایان رسید. در حلقه آینده باز مقدمه ها رو برای آموزش علم، یعنی همین علم اصول فقه در کدام موضوع صحبت میکند. اگرچه حالا گفتیم باز کمی اهمیت آموزش علم اصول فقه، از این چی فایده گرفتن و فایده ها و میوه های آموزش علم اصول فقه. اولین کسی که این علم گذاشت به کی نسبت داده می شود، به کدام نام ها گرفته می شود، حکم تعلیم گرفتنش چیست و در کدام مسائل ها صحبت می کند. و از هر یک مذهب طریقت 4 مذهب میگیم. 4 مذهب به خودش علم اصول فقه دارد. کتاب هاش کم کمی به شما بیان میکنیم، کتاب های معروف ترین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و غیره. و بعد از این به موضوع داخل میشویم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.